سلام بچه ها، به سومین ویدیو یوتیوب من و به دومین ویدیو یوتیوب من یعنی امین محمد جعفری خوش اومدید. امروز میخوام شما یاد بدم که وسیله نتراتی بسازید. اول شما باید این وسیله رو جمع کنید. باید حتما به ندر برید. اینا همین که میبینید بیشتر توی داخل ندر پیدا میشه. به نظر من همون وسیله نتراتی نسازن خیلی بهتره، چون که مصرف دایمندش خیلی بالاست. بعدش که ما اینا رو جمع کردیم میایم با اینا ندرایت میسازیم که فرمولش اونقدر سخت نیست. شش تا ندرایت لازم داریم که بتونیم کلنگ و آرمارای ندرایتی بسازیم. بچه ها شب شد، قرار زامبیا بیان و پدر ما رو در بیارن. خب برای اول بعد این همچین چیزی باید داشته باشین که فرمولش خیلی مسخره است. بهتر همونا تو گنجا پیدا میشه، ولی از اون میتونی خب بیشتر بسازین، ولی خیلی دایمون میخواد. برام نمیدونم بهتره نسازین، باز فرمولش خیلی یه چیزه بعده، چون که برای هر فرمولش باید یه دونه دوباره از همینا باشه تو بتونی دوتاش کنی. آقا من موندم فاز اینجور فرمول یعنی چی؟ ولی خوبه باز میتونی زیاد کنی، یه پیشرفتی هست. 4 تا شد، دایموندامون ته کشید، اشکال نداره. شب شد بچه اقی وایسی من برم بخوابم. بعد مجبور شدم کرافت کنم که داخل این ویدیو کشته نشم. بچه وایسی اقی یک کریپر اومد، کریپره گرفت زد ما رو ترک کند. خب بیایم ادامه. اگه زدیم کرافت کردیم، یه چند تا دایموند دیگه هم برداشتیم برای ادامه. دایموند کم آورده بودیم. خب بعد این حالا من نمیدونم، باید فکر کنم اینا رو تو گنج واردن پیدا کنی، همچین چیزایی. کامل شد. این دایموند رو دیگه لازم نداریم. 7 اضافه اومد، نایس. خب اینا رو برمیداریم. با اینا رو یه دونه تو هر قاره واردن فکر کنم یه دونه بتونی پیدا کنی. کریپر هم مثل که ما رو منفجر کرد. خب برای همین این کار با یه دونه از اینا بذاریم و یه دونه ندرایت اینجا. بعدش یه دونه هر چیزه که میخوای ندرایت کنی رو میذاریم اینجا. نگاه الان آرمارای ندرایتی ما قبلا دایموندی